رمز ارز داری و فکر میکنی جاش توی صرافی امنه؟ میخوام یه چیزی بهت بگم که کمک میکنه به این که بدونی برای امنیت بیشتر ارز دیجیتال چیکار کنی بهتره. کیف پول ارز دیجیتال جاییه که کلید دسترسی تو به دارایی تو نگهداری میکنه، نه خود ارزو. ما دو نوع کیف پول سرد و گرم داریم. کیف پول های گرم اپلیکیشن هایی مثل متامکس و تراست والت هستن. کیف پول های سرد هم دستگاه هایی مثل سیفپال و لجر هستن. حالا داستان اینه که کدوم یکیش بهتره. طبیعتاً کیف پول های سرد بهترن. چرا؟ این دستگاه ها آفلاین کار میکنن، پس طبیعتاً از کیف پول های گرم امن‌تر هستن. تو هم اگر به امنیت و کنترل کامل اهمیت میدی، پس این کیف پول تنها راهشه. اگه دنبال امنیت واقعی هستی، ما 2 کیف پول اصل و واقعی برات داریم. لجر و سیفپال. هر دوی اینها آفلاین، امن و مناسب برای نگهداری بلند مدت رمز ارزهای شما هستن. تو هم میتونی این کیف پول ها رو به صورت مستقیم از ما تهیه کنی. تمام سوالاتتون رو در رابطه با این کیف پول ها داخل دایرکت و کامنت پاسخگو هستیم. بین دوستان و نزدیکانتون اگر افرادی هستن که ترید انجام میدن، حتما این پست رو براشون بفرستید.